خیلی که هم کس میگن همیشه اوچا ما گفتم میام قرصکا برای اوچا هر کسی اوچاش دوست میدارد برای اوچا قرصکای تاجیکی رفتی کنید حیات فراموش میکنه گب میزنم گوش میکنه حیات فراموش میکنه یا پاکم قلب کشیده تیفان آغوش میکنه یا پاکم قلب کشیده تیفان آغوش میکنه تیفان میزنه زنجر یک نازنین میبردارد بناز گپ میزند یک نازنین میبردارد بناز گپ میزند الو میگو لبای میگن الو میگن لبای میگن الو میگو لبای میگن الو میگو لبای میگن بیا کمی صحبت کنه و خیلی نگو ای بای میگن بیا کمی صحبت کنه و خیلی نگو ای بای میگن تلفن بیزن بزنم زنجرک میزنم یک نازنین میبردارن بناز گپ میزنن یک نازنین میبردارن بناز گپ میزنن وقتی گپا بود میکنه تلفنم گود میکنه وقتی گپا بود میکنه تلفنم گود میکنه و میگم قهرش نکنه و خیلی نگو ای بای میگم و میگم قهرش نکنه حیاتی محدود میکنه و میگم قهرش نکنه حیاتی محدود میکنه زنجرک میزنه یک نازنین میبردارد بناز گپ میزنه یک نازنین میبردارد بناز گپ میزنه موافقی طلب شما یک روز میرزام مراد گفتا چی حال داری یک روز میرزام مراد گفتا چی حال داری ای گپ آوازه ها آیا خبر نداری دینا میگن در ریان بر پاس توی کلان عرق نوشیدن همان توی را نمودم ایران نمان پهلوان بودن بچه چپان بودن در جنگ و زن و زنی رستمی داستان بودن گفتم با چشم دیدی زنکایم دینا در شهر کرغان هر پوشید نرخیدم غن دینا در شهر کرغان کماچید نرخیدم غن یک کیلو هزار سو میکند رگی گردن یک نود صد شده یک اشن صد شده
1800 چیدن سر انگور و انار 1800 چیدن تو با چشم دیدی گوی سفری قرم گساله کرد سرم تو با دینم خرید است از بزرگیدم غنم گساله همان زمان خسته خندم شد توبه کردم خدایا آخری زمان شد گفتم با چشم دیدی میگن در زبان بچه‌ی میرزا مراد خیلی پندانم بود است همراهی میرزا مراد میگن من دست افتیده است خوش ایسرش پرید است یک پولی گاه داده است جانی خود را خرید است یک پولی گاه داده است جانی خود را خرید است گفت تو با چشم دیدی دختری بابای نور از خانه شان گرفت است این بابای پیر محمد زنش را جنجال کرد است آنچنان جنجال کرد است در سیم چوبی دو کوشه خودش کشال کرد است گفت تو با چشم دیدی شهر عروس آورده در اتوبوس آورده یک عروسی گیزله رنگ خروس آورده موهاش کاری سر بود زلفاش بر بود بخدا که ای پخت پس تماما بخبر بود این خونه رو نمیگفت خداتان رو بد میگفت دیگه طبق رو باشد و نوبت شوید میگفت دوی جنجال میکرد چند کس منال میکرد خشتامنی پیرش را او زده تلال نکرد میدونه لیکوب است دختری کوری سفر همیشه شدید بودن همیشه اشلچی بودن میگن جادوگر بودن میگن افسونگر بودن خلاص او خون سوختن یک خون جیگر بودن خلاص او خانه سوختن یک خون جیگر بودن گفت تو با چشم دیدی تشکر زیاد. سلامات. ترسکای شما با بابای پایست. سلامات باشین.